دوستان گرامی، بسیار یک مسئله نازک و مهم است. من خواهش میکنم توجه کنید. وقتی که من در صحنه هستم، مبارزه برده ایستادم و کار خودم را حق میدانم، راه خودم را حق میدانم و میبینم که در پهلوی من انسان‌های نجیب قرار دارند. نجیب از روی اخلاق انسانی، از روی جوانمردی، شجاعت، جسارت، انصاف داشتن. وقتی که در پهلویت این گونه انسان‌ها را میبینی، اگر چی کم هم باشن، این یک معیار است، این دلیل هست که تو در راه حق هستی. اما وقتی میبینی در مقابلت کی ایستاده است، در مقابلت یک حکومت دیکتاتوری ظالم که تمام صفات‌های یک حکومت غیر مردمی و ظالم را دارد، این تنها نظر ملت تاجیک نیست. حکومت امروزه تاجیکستان در دهگانه کشورهای دیکتاتوری، کشورهای کروپسیونی، کشورهای دوست و حکومت